تقریبا 47 سال میشه. رحمتی بولاد سمرقند میان جان ما سویته میبینن. سویته دیدن زمانا پیش حکیم میگون که اکه جان من از شما یک تا التماسم هست. من میخواهم همین جان شما با کدام زنی بگیرم. رحمت کنه حکیمه سگلاسی سویته میگیرنم میگون که من به شما خدمت میکنم. به شرطی که اگر شما با من وعدتید که شما اودی زندانیه میبرید. رحمت کنه پولات وعده میته که بولی دست از کتاب برداشته میگرده. من همین خیل کرده 47 سال اینا حیات بسر میبرم. من از ملامت کردگی آدم ها بسندنت دارم. اون سخنهایی که از طریف آنها گذشتن همه که ارزنده زیبنده. خیلی که من پولاد میدانم پولاد یک شخصی بزرگ با توانا زور اهم کار او دبرا کدام جایی که نرفت همون کار بود میشه. رحمت کنه پولاد جانه. خدایا شکر پولاد هم تا عمده هم تا برونده رفته که جاش نیست. از پولاد فرزندهای قوی زنی قوی نویره اویره همه چار عبداللهش تا آدمیزاد عمری طبیعیش 70 از 70 4 سال عمرش زیاد. فقط همین که من امین هستم گفته میتونم که پولاد فرزندی آدم شونده تا اون دمی که حیاتش بود پدر و مادر یاد کرده خانی خودش به شو پدر و مادر یاد میکنه. پولاد یک شخصی یومریست بود. بسیار غلطی بچه بود. بسیار دستقمدار آدم دوست. اگر از یک کس از در یک خانه آدم میدرامه جانش قربان میکنه. حیرانی که چهل کرده دل همه آدمه یاد. ما داماد شدن به یک روزی خدا ما گبی آدمه پس تو بلندیشه نفهمیم. کرامی غیر از کارهای نفسیش. من از درگاه خدا التماس میکنم که به سویت جانم دامادش دراز کنم. ناز خدمت کرد. ناز خدمت کرد. عمرش دراز شد روزهای نفسی بینه. مرتبش خدا زیاده گردن بچه کاشه عمرش دراز شد. تا اون دمی که جانش به هست دیزش میتپه او باید پولاد جان یاد کنه. اما تا شما سلامت باشنان درباره پولاد اگر گم زنم گوید سوار روز میشه روز و شب میشه. سلامت باشنان شما بیتان سالش به نیکی بذاره هفتش به نیکی بذاره. سلامت باشنان.